چطوری؟ من ماریا اینجا برای کلی وسیله شیرین و باحال با هم که داشته باشیم. حساب یادتون نره و بفرمایید. خب امروز من اومدم A few moments later. یه سری از خوراکی ها رو تبدیل به نسخه انسانی کردم. حالا بریم که با هم بگیریم. از اونجا که خیلی قند ذرت دوست دارم، اول بریم که ذرت رو ببینیم. خب بریم. باحال شده. خیلی جذاب قشنگه. بازم ذرت شکلی هم هست. بریم ببینیم. واو، این یکی خیلی به نظر بهتر شد. این یکی مورد پسند واقع شد. خب بعدش چیه؟ بعدش توت فرنگی رو دختر زنده کرد و پسر ناز صورتی خیلی شنید. میریم بعدی بعدی چی بود؟ بعدی خب بیا بعدی جناب پرتغال. بریم سوال دیگه چیزی نمیتونم بگم، نگاه رو خوبی. بله اینم از جناب پرتغال. اصلا این خورده یا فکر کردیم یه روزی فکر میکردیم که اون چیزایی که ساده کنارشون رد میشیم چنین کسی. بریم بعدی چیه؟ بعدی نارگیله. یس اومد گردیم واقعا اصلا نگه شما موسیقی خوبی اونها رو بگیم. زبانم قاصر از این همه جذابه. بریم بعدی رو ببینیم. بعدی چی؟ بعدی شکلات. خب یس اصلا شما خیلی مثلا شما یه چیز ناوصفی شده. یکی از بین این همه آقایون خوراکی بند شکلات رو برمیگزیدم. شبیه یکی شده، شبیه به بوراکشریز نمیخوره، یه ذره میخوره دیگه. حالا تو کامنتا بهم بگیم. ولی خوره دیگه، من خودم از این خوشم آمد. دیگه یه روزمونم تموم شد. شما پایین اگه تو نظرتون یه میوه خوراکی رو دارین که دوست دارین نسخه انسانیش رو ببینه، حتما برام بنویسین که اگه درخواست خیلی جالب بود و زیاد بریم برای مارس 2. ببینمتون. بای بای.